عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. و اما سوال دیگر این که خواهی کردم که چی از حکمی مردی که در رابطه به نفقه همسر و کودکاش کوتاهی میکند و همچنین در رابطه به آن حقی که یک همسر دارد در مورد او کوتاهی میکند و کوتاهیش یعنی در بعضی از امورهای حیات نیست بلکه در اکثر امورهای حیات کوتاهی میکند و از حد کوتاهیش گذشتگی است. چی از حکمی همچنین مرد و همچنین از نگاه شریعت وقتی که امر و وضع زندگی این گونه است، سالهای طولانی یک شوهر همسر و کودکش را در این حالت گذاشتگی است که نفقه او را پرداخت نمیکند، به او توجه نمیکند و آن نیازهای طبیعی انسانی که یک زن دارد یعنی که اونها را اهمیت نمیدهد و زن احتیاج دارد، نیازمند است و او را سالهای طولانی همینطور ترک کردگی است، به او وعده های دروغ میدهد. از نگاه شریعت رای حل چیست؟ این را برای ما بیان کنید. بارک الله فیکم. اولا باید که هر یک مرد و زن متوجه باشد که شریعت و دین الله عز و جل دین حکیم است. همه امور حیات و زندگی را بیان کرده است و رای حل را بیان کرده است و ما باید که در همه از امور و حیاتی که مشکل پیش میاد در حیات و زندگی ما باید که بر بگردیم، رجوع کنیم به شریعت الله عز و جل، رجوع کنیم به شریعت الله عز و جل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. این از ایمان است، این از ایمان است که در اختلاف ها باید که رجوع کنیم، بر بگردیم به شریعت و دین الله عز و جل. اولا حکمی همچین مردی که در رابطه به نفقه همسرش، نفقه کودکاش، حق همسرش و حق کودکاش کوتاهی میکند، این نفر الله و رسول را نافرمانی کرده است و مرتکب گناه کبیره شده است و هر کسی که الله و رسول را نافرمانی بکند در گمراهی آشکار است و سرانجام عاقبتش این جهنم است. و من یعصی الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. از این خاطر باید که یک مرد از الله عز و جل بترسد در رابطه به حق همسر و کودکاش و این را باید که بداند اینکه الله عز و جل مرد را بالای همسرش مسئول قرار داده است. کلکم مسئول، کلکم مسئول، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک شما مسئول هستید و هر یک از شما از زیر دستهای خودتان پرسیده می شوید، مورد سؤال قرار می گیرید. به خصوص شوهر از همسراش و از کودکاش مورد سؤال قرار می گیرد و الله عز و جل او را مسئول قرار داده است، مرد را بالای زن. الرجال قوامون علی النساء. و شریعت و دین الله عز و جل برای زن حق قرار داده است بالای شوهر، همچنانی که الله عز و جل، همچنانی که شریعت و دین الله عز و جل حق قرار داده است بالای همسر برای شوهرش، همچنانی که شوهر حق دارد زن هم حق دارد. از این خاطر است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای عبدالله بن مسعود چی گفتن؟ و ان لزوجک علیک حق، و ان لزوجک علیک حق. همانا برای تو، بر بالای تو حق است، برای کی؟ برای همسرت. یعنی همسرت بر بالای تو حق دارد، همسرت بر بالای تو حق دارد. ایرا در برابر کی میگه؟ عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمرو کی وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفهمد که روزها را روزه میگیرد و شبها را قیام میگیرد، در برابر او میگه. پس چی است حال کسی که او در اینه که رفتگی است یک مکان دیگر یا یک جای دیگر بعید و همسرش رو سالهای طولانی ترک کرده است و هر عذر میارد و این و این دیگر و فریب میکند و همیشه وعده میدهد و وعده خلافی میکند. همه اینها گناه است، گناه بالای گناه است، گناه بالای گناه است. شخصی که مشغول عبادت است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برش میگه و ان لزوجک علیک حق، یعنی همسرت بالای تو حق دارد. چی برسد کسی که دیگه از کار را انجام میدهد و همین را عذر میگیرد و همین را حجت میگیرد و سالهای طولانی همسرش را ترک میکند. والله که روز قیامت پیش الله عز و جل این گونه انسان ها مسئول هستند، پیش الله عز و جل جواب میدهند. پس حکم همین گونه انسان ها، حکم همین گونه شوهرها این مرتکب شدن گناه کبیره است
و مخالفت الله رسول است و پیش الله عز وجل اینها عاصی و گناهکار هستند و باید که توبه بکنن و رجوع بکنن و حقوقی که بالاشان لازم شدگی است و واجب شدگی است او را باید که رعایت بکنن. و اما کسی که همین گونه رفتار میکند و همه جنبه های اصلاح یک زن تلاش میکند اینکه تا اینکه اصلاح بشود، ولیکن باز هم همین گونه است و در شریعت هم سستی میکند، در عبادت سستی است و بخصوص در نمازها و اصلاح نمیشود و کوتاهی از حد زیاد میکند و این یک سال بلکه 2 سال 3 سال راه حل آیا شریعت بیان کرده است؟ بله، راه حل شریعت بیان کرده است. راه حل چی است؟ راه حل این که وقتی که اصلاح نشده برنگشته رعایت نکرده این زن میتواند که از شوهرش طلب خلع بکند. زن میتواند که از شوهرش طلب خلع بکند. یعنی طلب خلع به این معنی اینکه مهری که شوهر دادگی هست او را برمیگرداند به شوهرش میدهد و از او طلب طلاق میکند و از او جدا میشود و انشاءالله که بعد از عده میتواند که شوهر بکند و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. همه آیات در رابطه با زن مطلقه است. کسی که از الله ترسید الله براش مخرجی را باز میکند. کسی که توکل به الله عز وجل کرد الله عز وجل برای او کافی است. لهذا این راه حل است که شریعت بیان کرده است. وقتی که اصلاح نمیشود، وقتی که بر نمیگردد، وقتی حقوق تو ضایع میشود، وقتی که وعده های بر دروغ میدهد، وقتی که سالهای طولانی این گونه امر و حالت دوام میکند، پس در اینجا راه حل است که از وجود میشود و الله عز وجل برای این باز کسی که تقوا کرد و از الله عز وجل ترسیده که الله باز براش از جای رزق میدهد و راهش شده میکند که گمانی او را نمیکند. این است راه حل در رابطه با کسانی که کوتاهی میکنند. بارک الله فیکم.